برتر امیدهای فوتبال اصفهان هفته 14. مربی هفته سعید کریمی از تیم فوتبال اسپینر نوین، سرپرست و مدیر هفته مجید شمانی از تیم فوتبال اسپینر نوین، عماد رودی با شماره 13 دروازه‌بان هفته 14 لیگ برتر امید، عرفان حقیقی با شماره 5 از تیم فوتبال اسپینر نوین، سید محمد فتاحی با شماره 3 از تیم شاهین سپهر کاپیتان، امیر حسین رحیمی با شماره 30 از باشگاه فضل نوین، ابوالفضل رفیعی با شماره 5 از باشگاه تام، محمد جواد موسوی با شماره 8 از باشگاه نوین سام، علی خالدی با شماره 44 از باشگاه نوین سام، آریان کرمی با شماره 27 از باشگاه اسپینر نوین، آرش افراز با شماره 20 از باشگاه رضوانی، محمد رضا اسدی با شماره 17 از باشگاه نوین سام و عبدالله خالدی با شماره 19 از باشگاه نوین سام. شیپور ورزش حنین هیجان فوتبال، اکشن نام فوتبالی، تیم‌های منتخب رده‌های فوتبال اصفهان از رده‌های پای تا پیشکسوتان با شیپور ورزش، زنگ صدا، زنگ فوتبال. شیپور ورزش، رسانه‌ای برای شنیدن نبض فوتبال، صدای قدرتمند فوتبال با شیپور ورزش، لحظه های ناب فوتبال با شیپور ورزش.